این یک بورد توسط محصلین صنف 13 سمستر دوم، البته چند نفر محدود که تقریبا در حدود 12 نفر هستن، این بورد جور کردن که در این بورد متشکل از گروپ های هستن که وقتی که سویچ میکنن گروپ ها با اشکال و رنگ های مختلف اینجا روشن میشود و همچنان از این بورد حال فعلا خوب فقط به می شکل هستن و این البته به شکل ابتدایی جور شدن و در اینجا ما میخواهیم که جور کنیم که در این بورد پروژکتور رسم کنیم، MP3 را در اینجا نصب کنیم و همچنان پکر در اینجا میتونیم که نصب کنیم. حالا فقط همین گروپ هایی که با چند رنگ هستن این تکمیل شده کارش و کار پروژکتور MP3 یا ماندن تختی که در قسمت پایین است در اینجا هم از نمی چی جور میشن و دیگه توضیحات خود این محصل روشان و رفیقایش که در اینجا سهم دارن اونا براتون خود تشریح کردن و اینی یعنی ببینید رنگ به یک رنگ هستن، وقتی که پس دوباره این رنگ دیگه میشن، وقتی که باز دوباره روشن میشه دیگه رنگ میشن و همین رنگ‌های مختلف میشن و همین شکل هم میتونن که پروژکتور روشن کنن و هم MP3 و هم پکر.